سلام به همه دوستای گلم. امروز ما میخوایم در مورد phrasal verbs صحبت کنیم. خب یکی از در واقع میشه گفت که عبارت هایی که خیلی کاربرد داره. من چند نمونهش رو بهتون میگم و اونایی که خیلی پر کاربردن رو با هم دیگه کار میکنیم. خب عبارت فعلی چیه؟ عبارت فعلی معمولا ترکیبی از یک فعل و یک قیده. بعضی مواقع به دنبال قید حرف اضافه میاد، بعضی مواقع هم که عبارت فعلی شبیه به حروف اضافه هستند و ممکن است تصور شوند که حرف اضافه هستند، اما اینا یه جور عبارت های چی هستن؟ فعلی هستن. خب من حالا مثال بیشتر رو براتون میزنم که باهاشون بیشتر آشنایی پیدا کنیم. اولین عبارت های فعلی میخوام همراه با کلمه بی باشه، یعنی عبارت های فعلی که با بی شروع میشه. اینا رو با هم دیگه کار کنیم، معنیشون کنیم، مثال بزنیم که توی ذهن ما بمونه. Be about to یعنی چی؟ Be about to یعنی در آستانه چیزی بودن. یکی از عبارت‌های خیلی پرکاربرده در آستانه چیزی بودن پس میشه be about to. On the point of معنیش چی میشه؟ on the point of. حالا مثالی که بخوام براتون بزنم مثلا they said they were about to study a. خب نکنید الان ممکنه بگیم که چرا ور آوردیم. ما وقتی که بی میاریم بی شامل چیه؟ بی شامل حروف هایی مثل، من اینجا پرانتز باز میکنم که اینا توی ذهنتون بیاد. am is are was am is are این فاصله چرا افتاد؟ خب و were اینا حرفای بی هستن که ما میتونیم یعنی بگیم که I'm about to, is about to, are about to, was about to, were about to. پس ما میتونیم وقتی که بی رو میاریم منظورمون چیه؟ همون افعال to be هستن که ما میتونیم کاربرد داشته باشیم. اوکی؟ دومین در واقع عبارتی که اینجا یاد میگیریم be after. be after یعنی چی؟ یعنی خواستن، دنبال چیزی بودن. want try to find پس be after میشه want چی بود؟ want خواستن بود دیگه، دنبال چیزی بودن. مثلا میگیم که what are you after؟ دنبال چی هستی؟ I'm after a good job. دنبال یه شغل خوب هستم. What are you after؟ با این what are you after که من گفتم این بیه، خود بی رو ما که نمیاریم، میام یکی از افعال تو بی رو میاریم. am is are was were. What are you after؟ I'm after a good job. کلمه بعدی be behind که میشه عقب بودن از فاصله داشتن با late delayed تأخیر داشتن. پس be behind یعنی چی؟ تأخیر داشتن. The students behind with his work. دانش آموزان تأخیر داشتن. اوکی؟ be downward. اینا دیگه من فقط چیز میزنم براتون، کلماتشو میگم که کاربردشو بدونین و یادداشت کنید. be down for به معنای نام نویسی کردن. intern for ثبت نام کردن. be down for یعنی چی؟ intern for. be down on be down on اون be down for بود. حالا وقتی که حرف اضافه تغییر میکنه میشه متنفر بودن. ببین چقدر یه حرف اضافه معنی کل جمله رو تغییر داد. ببینید بالایی for بود، be down for بود که به معنای نام نویسی کردن بود. interned for. حالا be down on که اومد دیسلایکش کرد، یعنی متنفر بودن، دوست نداشتن. خب و کلمه بعدی be off به معنای
ترک کردن. leave go away گم شدن، رفتن. اوکی، پس be off که میشه مثلا میگیم که I'm off now. من الان میرم. اوکی، من الان ترک میکنم. I'm off now. ترک کردن، رفتن. دیگه بخوام بهتون بگم be off دیگه برای چه چیزی به کار برده میشه؟ وقتی که go bad باشه، خراب شدن. off duty off free یعنی آزاد، فارغ از کار. cancel لغو شدن. عبارت بعدی که یاد میگیریم beyond to. ببینید 2 تا حرف اضافه کنار هم قرار گرفته، معنی پیدا کردن، کشف کردن. beyond to. okay discover find. be out for در جستجوی چیزی بودن. be out for در جستجوی چیزی بودن. اوکی و be out of. be out of. ببینید یه حرف اضافه که تغییر میکنه کل جمله تغییر میکنه. پس همین چیزای کوچیک کل ما رو چیکار میکنه؟ به ما تنوع جمله کلمه میده. be out of به معنای دور از. پس شد beyond to پیدا کردن. be out for looking for میشه در جستجوی چیزی بودن. be out of به معنای دور از. عبارت بعدی be over به معنای finished تمام شدن. be up بیدار. be up به معنای بیدار، بیرون از رخت خواب. اینم تا اینجا. پس ما عبارت‌های فعلی که با be بود و اینجا یاد گرفتیم و گفتیم که جایگزین be am is are was were در جمله هستن که به ما تنوع جمله میدن و هر حرف اضافه هم که تغییر میکنه معنی جمله هم باش تغییر میکنه. خب این هم خیلی نکته مهمیه. بریم سراغ break. کلمه break باش چه حرف اضافه‌ای رو میتونیم باهاش ایجاد کنیم؟ من اینو بیارم پایین. عبارت break. اوکی. break down. break down یعنی چی؟ destroy خراب کردن. smash خورد کردن. break down. break into break into معنای متوقف کردن، وقفه ایجاد کردن. ببینید بچه ها همه اینا جز کلماتی هستن که خیلی پرکار بردن. break into متوقف کردن، وقفه ایجاد کردن. break off تقسیم کردن. پس break off یعنی چی؟ تقسیم کردن. break out فرار کردن. فرار کردن. خب مفهوم رو تا اینجا. اینم از out و break up متوقف کردن. stop finish ها break up به معنای stop finish. اینم از کلماتی که با break میان. خب پس ما اینجا یاد گرفتیم که با be که همون am is are was were هستن about to میاد، after میاد، behind میاد و همه اینا که میاد معنای جمله هم تغییر خواهد کرد به یک جور
نمیمونه و با break جمله سازی کردیم. break down, break into, break off. ببینید اینو off میخونیم double F یه دونه F باشه off خونده میشه. break out, break up. اوکی؟ اینم تمام کلماتی که شما میتونید ازشون استفاده کنید. حالا من عبارت‌های فعلی بعدی رو توی ویدیوهای بعدی براتون میسازم و با هم دیگه یاد میگیریم. اگر هر گونه سوالی داشتین در مورد هر زمینه‌ای توی قسمت کامنت میتونید ازم بپرسین. دوستتون دارم، موفق باشین. لایک، کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. به دوستانتونم ما رو معرفی کنین. دوستتون دارم. تا یه روز دیگه. خدا نگهدار. See you later.